اینجا هلیکوپتر سقوط کرده؟ حالا من یه سوال دارم، اینجا که ایشونو خاک نکردن که؟ یه چیدمان الکی. خب اینجا رو میبینید استاندار محبوب 2 تا خلبانا 3 تا خلبان، بعد اینا رو چیدمان کردن، اینجور نبودن. یعنی اینجا هلیکوپتر سقوط کرده. هلیکوپتر اینجا سقوط کرده، یه چیدمان فرمالیته است. بعد نمیدونم چرا اینو قداست دادن به این که مثلا چرا اینجا رو باید اینجوری میکردن. من این تعجب میکنم، من یه آدم معتقد تعجب میکنم که این سنگ قبر به این به حالت نمادین چرا سایبان برای این تبعیض برای چی هست، من متوجه نمیشم. بعد یه دونه هم قبر اون بره دیگه. خب اونم شهیده. اینم آره. خب اینجا یعنی الان میخوان از خلباناست. خب اینو چرا این تو سایه نیست؟ اصلا بحث سایه چی هست؟ من متوجه نمیشم. نه الان قرار اینجا چیزی بسازم. میخوان اینجا بارگاه درست کنن ظاهرا. خب یه زمان اینجا یه چادر گذاشته بودن اونجا. چند نفرم بنده خدا رو گذاشته بودن از بسیج سازندگی به عنوان حفاظت از اینجا برگذاشته بودن، نوحه میذاشتن، سینه زنی میکردن، بعد اینجوری. الان سوال من اینه که ببین همین کانکسا آوردن اینجا هزینه نداره، چون اینجا من هر کدوم از این کانکسا رو با یه جرثقیل آوردن به صورت جداگانه. یعنی 3 تا جرثقیل. من میخوام یه لحظه صدای شما رو از دست ندم. هر کدوم از این کانکسا، هر کدوم 3 تا کانکس دیگه. خب 3 تا جرثقیل اینا رو آورده، همزمان آوردن. خب قبلش اینا رو درست کرد، اینجا رو درست کرده بودن و اینجا رو تا اونجایی که من میدونم شنیدم، چون ارتباطمون با آموزش پرورش و ستاد اداره کل نوسازی مدارس هست، کل هزینه اینجا کانکس و اینا رو اداره کل نوسازی مدارس هست که ذاتاً اون باید به مدارس هزینه بشه، آوردن اینجا. الان این به چه درد میخوره؟ برای خودشون که استراحت کنن، اونایی که اینجا حفاظت کنن. این حرفا چی حفاظت کنن؟ مثلا هیچ اینجا نه قبری هست نه هلیکوپتری هست، هیچ چی نیست، در صورتی که اون کانکس روبرو یه روستایی هست به نام خوینرو. اون خوینرو کانتینر داره، مدرسهش کانتینره، کانکس نیست. کانتینر میدونی که تو تابستان تنوره، تو زمستان یخچاله، ولی اینا ساندویچ پنله. این ساندویچ پنل برای اونجا نیازه. الان اینجا بس جنازه خاک نشده دیگه. اصلا اینجا نه جنازه‌ای هست نه چیزی هست و اینم به حالت نمادین هست. ببین چقدر اینجا این قضیه